سلام دوستان، امروز اومدم با یه ویدیو آموزشی دیگه. دوستانی که دستگاه S90 دارن، اگر بعضی از مواقع دستگاه رو روشن بکنید و با ارور -13 مواجه میشید، مثل این دستگاه و دستگاهتون رو اگه قسمت تست مگنت برید، ببینید که هیچ عکس عملی نداره. این ارور -13 اغلب برای خرابی مگنت این قطعه انجام میشه و اگر مگنت داشتید و حوصله تعمیر نداشتید، میتونید مگنت رو عوض کنید. خب ما این دستگاه رو باز میکنیم. دستگاه رو که باز کردید، برد آنتن دستگاه رو باز و این قسمت مگنت رو جدا. اگر مگنت رو چک کنید، میفهمین که اگر توی تصویر معلوم باشه، این قسمت پاره شده است. به این صورت بگیرم، ببینید پاره شده است. میتونید این دستگاه رو سیم کشی کنید، این لایه مشکیش هم در بیارید، سیم کشی کنید، دوباره استفاده کنید، مثل این کاری که ما انجام دادیم. ببینید مسیرها سیم کشی شده و آماده استفاده است که عکس واضح تر اونم کنار این تصویر براتون میذارم یا اتمام کار براتون میذارم. خب اینی که ما سیم کشی کردیم و وارد دستگاه دستگاه رو روشن میکنیم. میبینید که ارور -13 نداریم و اگر هم وارد تست مگنت بشیم که هیچ اروری نداریم و اگر کاد بکشیم، تمام ترک ها رو به ما اوکی میده. فقط اینکه بانک ملی 2 ترک داره دوستان عزیز. اگر ترک 2 و اوکی دیدین، هیچ مشکلی نداره. ببینید ترک 1 2 3 رو به ما -1 داد، یکم به ما -1 داد، فقط ترک 2 داره. مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. برای حمایت میتونید پیج منو دنبال کنید.